به نام خداوند بخشنده مهربان. امروز 25 فوریه 2025 در مجلسگاه مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی ریاست شورای علما برگزار گردید. رئیس شورای علمای مرکز اسلامی سید مکرم عبدالقادرزاده حاضرین را به مناسبت آمد ماه مبارک رمضان تبریک و تهنیت گفته اظهار داشت که موافق دلایل علمی و در اساس خلاصه انستیتوت استرافیزیک اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان امسال ماه مبارک رمضان در کشور روز شنبه 1 مارس فرا می‌رسد. قرار مجلس شورای علما درباره معین نمودن آغاز ماه شریف رمضان سال 2025 در قلمرو جمهوری تاجیکستان و مسائل مربوط به آن شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان قرار کرد. موافق حساب علمی اول ماه شریف رمضان در سال 2025 به حساب تقویمی روز شنبه 1 مارس معین کرده شود. موافق حساب شرعی نصاب زکات 36,000 سامانی مقرر کرده شود که از آن 900 سامانی زکات داده می شود. صدقه فیتر موافق معیار شرعی به حساب گندم 8 سامانی و به حساب مویز 65 سامانی برای شخصانی که توانایی مالی بیشتر دارند معین کرده شود. فدیه صوم در ماه شریف رمضان سال 2025 برای صاحبان عذر شرعی، شیخ فانی و بیمارانی که از صحت شوی آنها امید نیست به مقدار 480 سامانی برای 3 روز معین کرده شود. مجلس با دعای خیر اهل نشست در حق پیشوای ملت و مردم کشور حسن انجام پذیرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.